دوستان عزیزم، اینجا شهر زیبای مراغه هست. ببینیم که ما اومدیم مراغه گردی و حالا میخوایم بریم بازار سنتی مراغه رو بریم. شهر زیبای مراغه که حالا میخوایم بریم بازار. سنتی مراغه است دوستان. اینجا ببینین یه عطر خوبی اینجا میاد، اصلا واقعا نمیشه گفت. اینجا کجاست؟ بازار سبزی‌فروشان مراغه. مراغه آقا به چه چیزایی معروفه؟ مراغه سوغاتیش، سوجوق، باسلوق، صابون مراغه، بعد تو شیره انگور دوشاب میگیم دوشاب. سیب هم هست فکر کنم. سیب مراغه. خوشوبار، انگور، گردو، به به بادام. ممنون. انشالله پرفروش باشه. نه فارسیش میگن کمبوزه. چیه اینا گفتین؟ چالاق. چالاقه کمبوزه. مرسی. صابون مراغه هم سفیدش هست، هم زردش، هم مشکیش. ناهی جان الان ساعت چنده؟ 4:30 بعد از ظهره. 13 شهریور روز پنجشنبه. جاروها رو یکیشو بردار ببینیم. قشنگن این جاروها. حالا بریم من همه جای بازار نشونتون میدم. چیه؟ حلوای سنتی. به به به. چجوری درست میشه حلواتون؟
چی خریدی؟ چی اون؟ سفیدا به ترکی چی میشه سفیدا؟ روشور آره درست اصل مراغه الان پیش آقا بودیم توضیح داد. زنده باشین ان شاءالله پرفروش باشین. اولین نفر کنکور سراسری ایران از مراغه بوده. آره هنر. آره. به سلامتی ان شاءالله که همه بچه‌ها موفق باشن. یکیشو بگی دسته چه خوشگله. جاروه چیه؟ مرمری؟ یعنی چی اومد؟ چه خوشگله. جاروه مرمری که قدیما حیاط و بالکن رو باش جارو میکردن. بچه ها ببینین برگ بو آره ببینین دوستان تمام اینجا هر چی که میبینین محلیه مال خود مراغه است. توشه چالاق توشه چالاق توشون به پالک ترشی مسکی به اینا میگن. اینا که پودر بزرکه نگاه چی؟ اون چی میخواد بخره؟ صابون میخواد بخره؟ عسلاتون کیلو چنده؟ این اصل نشده 250 اینو چنده؟ میای؟ آره